روزی روزگاری اهالی فینیتو تظاهرات برپا کردندی و با شعارهای تند و تیز خود کدخدا را به هراس افکندی. ای وای ای هوار، این چه شعارهایی است که اهالی میدهندی؟ قال یک کاری بکن. کدخدا آقا، کار از کار گذشته، کاری از دستمون بر نمیاد. کدخدا آقا، من میترسمی، چه بکنی من دمی؟ بگذارید کمی بفکرم. آها، یافتم. آهای تو، آهای، فهمیدی چه کار کردی؟ من که کاری نکردم، من فقط عطسه کردم. عطسه؟ آن هم به تحریک عوامل بیگانه؟ این کار تشویش اذهان فینیتو می باشد، باید دستگیرت کنی. چه شده؟ وسط تابستان مگر وقت عطسیدن است؟ سرما خورده اندی؟ نه خیر، ما در همبستگی با جوانی که به جرم عطسه کردن دستگیر شده چالش عطسیدن به راه انداخته ایم و اعتراض خودمان را نشان می دهیم. زکی، ما را گرفته ایدندی؟ جمع کنید بابا بساطتون رو، ملت گدایی می کنن. حدی خدا. بله دیگه، اینجاست که باید گفت کدخدا دیگه تموم ماجرا.